شاید خیلی وقتها با خودت فکر میکنی که همیشه قراردادهایی که میبندی یه چیزیشون میشه. همچین محکم و کارآمد نیست. شاید هم فکر میکنی مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی که داری خیلی مورد پسندتون است. هوش مصنوعی چی؟ میدونی با هوش مصنوعی میتونی فرآیندهای نیروی انسانی و تیمسازی و خودتون رو قدرتمندتر کنید تا بتونید تصمیمات بهتری بگیرید. آیا دلتون نمیخواست که یک فرصت برای ارتباط و شبکه‌سازی با متخصصان حوزه‌های مختلف می‌داشتید تا تجربیات و ایده‌هاتون رو ارتقا بدید؟ مؤسسه فراز اندیشان یک بوتکمپ 2 روزه بهره‌وری و هوش مصنوعی ترتیب داده، جایی که تمامی مسائل رو براتون حل میکنه. 2 روز توسعه، شبکه‌سازی به همراه تفریح. تو این بوتکمپ فشرده و پویا شما با اساتید برجسته و متخصص در حوزه مشکلات کسب و کار در ارتباط خواهید بود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهارت‌های مورد نیاز برای موفقیت در دنیای پیچیده و رقابتی کسب و کار رو به دست بیارید. خب این بوتکمپ چه چیزهایی منتظر شما؟ پروژه‌های عملی و چالش انگیز و پروژه محور، کار گروهی و شبکه‌سازی با افراد همفکر، دسترسی به منابع آموزشی فنی، گواهینامه معتبر پس از اتمام دوره. اساتیدمون کی هستند؟ دکتر مجید ملا محمدی، 18 سال مشاوره کسب و کار، سید محمد مصطفی حسین الحسینی، 17 سال سابقه وکالت، آقای سید محمد ناصر حسینی، استاد هوش مصنوعی به مدت 9 سال. ثبت نام کنید و آینده شغلی خودتون رو توی یک فضای مفرح تضمین کنید. فقط یادتون نره زمان محدوده، پس همین حالا ثبت نام کنید.